سلام، به کانال من خوش اومدین. تا حالا شده از خودتون بپرسین چطوری میشه آهسته و پیوسته و بدون درد و خونریزی آدم کاهش وزن داشته باشه و وزن مورد علاقش برسه؟ این همیشه سوال منم بود. من مطمئنم اگه یه سری باورهای اشتباه نداشتم خیلی مسیر کاهش وزن برام ساده تر و صمیمی‌تر و بهتر اصلا میرفت جلو. اول از همه بذار داستان خودم رو برات بگم. من بعد از یک رابطه عاطفی و عاشقانه و خیلی رمانتیک یه چند کیلویی وزن اضافه کردم که میدونین که خیلی رایجه آدمو بعد از روابط عاشقانه یه چند کیلو وزن اضافه کنن، اما برای من از چند کیلو تبدیل شد به 10-12 کیلو و اینطوری شد که اصلا به یک سری مشکلات سلامتی برخوردم. خیلی تلاش کردم که این وزن خودم رو کم کنم. اول یه سری رژیما گرفتم، یه سری ورزشا شروع کردم، 2 کیلو کم میکردم، 3 کیلو زیاد میکردم، 4 کیلو کم میکردم، 5 کیلو اضافه میکردم. یه جا خودم پرسیدم که آقا یه اصولی باید وجود داشته باشه که من انقدر برگشت نکنم دیگه. شروع کردم یه عالمه متخصص تغذیه رو دنبال کردم، یه سری مقاله خوندم، یوتیوب ویدیو دیدم، در مورد روانشناسی لاغری خوندم و تونستم که 10-12 کیلو وزنمو کم کنم توی حدود 6-7 ماه. برخلاف بقیه تلاشایی که میکردم خیلی بهم کمتر سخت گذشت، کمتر اذیت شدم، کمتر با خودم درگیر شدم و شاید بهتون بگم که در کل فقط 2 بار نگاه به ترازو کردم. اصلا چک نمیکردم وزنمو و فقط سعی میکردم از اون فرآیندی که دارم پیش میبرم لذت ببرم و تمرکزم بذارم روی چیزای دیگه. از همه چیز بهت بگم که من نه متخصص تغذیه ام نه پزشکم، ولی روانشناسی خوندم و اساسا به این که وقتی میخوام یه کاری بکنم خیلی دقت میکنم به باورام، خیلی دقت میکنم به فکرام و سعی میکنم ببینم که چه چیزایی اشتباهه و سنگ میذاره جلوی پام و توی این ویدیو میخوام اون باورهای اشتباهی که خودم داشتم و کارهای اشتباهی که خودم کردم بهتون بگم. اگه من بگن که بیفایده ترین کاری که آدم برای کاهش وزنش میتونه بکنه چیه، میگم خود سرزنشی و احساس شرم. اصلا این دوتا چی هن؟ من فقط آدم و سده ها مایل عقب‌تر میندازن. من خودم اینطوری بودم وقتی که مثلا خیلی درگیر این میشدم که درگیر ظاهرم میشدم که وای من خیلی وزن اضافه کردم، مشکل کمرم داره برمیگرده و همه این چیزا، یک ظرف چیپس منجی من بود. یه ظرف چیپس داشتم جلوم و شروع کردم به خوردنش و یه ذره اون چیپس اون خرج اون شوریچ باعث شد که یه ذره حواسم پرت شه از این فکرایی که تو مغزمه و برای چند لحظه احساسم خوب میکرد. ولی خب فرداش یا هفته بعدش که میرفتم رو ترازو و میدیدم که ای بابا این چیپس خوردن ها چه بلایی داره سرم میاره، دوباره حالم بد میشد. به این چرخه معیوب میگن چرخه معیوب احساس شرم. یعنی اینکه وقتی تو حس بدی نسبت به خودت داری، خود سرزنشی داری، خودتو شماتت میکنی به خاطر کارایی که کردی و نکردی، باعث میشه عصبانی شی، ناراحت شی و یه عالم احساس منفی بیاد سراغت. برای اینکه اون احساس منفی رو کمتر کنی، هر کسی ممکنه یه رفتار مخربی داشته باشه. من برام ظرف چیپس بود، تو ممکنه برات بستنی باشه، یکی ممکنه براش پیتزا باشه و هزار تا چیز دیگه. وقتی که اون ظرف چیپس رو میخوری و تموم میکنی یه حس خوبی داری اولش، ولی بعد دوباره یه اتفاقی میفته که از خودت و وزنت شاکی هستی و دوباره حالت بد میشه و دوباره ظرف چیپس رو میاری و دوباره میخوری، حالت خوب میشه و دوباره همین چرخه تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه. یا اینکه من یه کار دیگه هم میکردم، اینکه وقتی مثلا خیلی پرخوری میکردم از خودم انتقام میگرفتم. یعنی یه پلن برای خودم میذاشتم که روز خودم رو بکشم حسابی. یه وعده‌های غذاییمو حذف میکردم، صبحونه رو نمیخوردم، شامو نمیخوردم، ناهار رو نمیخوردم، جوری که خلاصه بتونم حال خودم رو بگیرم به خاطر اون ظرف چیپسه که خوردم. چی میشد؟ تحتش تونستم 1-2 روز حال خودم بگیرم، بعد دوباره حالم خیلی بدتر میشد و دوباره مجبور شدم به اون ظرف چیپس پناه بیارم. امان از این روانشناسی زرد که همیشه میخواد به ما بگه که فقط کافیه اراده کنی، یعنی فقط تو کافیه بخوای، یه چیزی فقط بخوا میشه. من میخوام بهت بگم که قدرت اراده ما برای انجام یک کاری یا برخلاف میلمون رفتار کردن محدوده. اراده ما مثل عضلات بدن میمونه. چطور میشه که اگه تو یه عضله زیاد استفاده کنی و زیاد بهش فشار بیاری فرسوده میشه و کلا دست درد میگیره، پا درد میگیره و دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی؟ قدرت اراده هم دقیقاً همینه، مثل یه عضله تو بدن ماست که نمیتونیم بیش از یه حدی ازش بکشیم. کم میاره
و فرسوده میشه و دیگه برامون کار نمیکنه. مثلا ما وقتی که میریم باشگاه با وزن 20 کیلویی که شروع نمیکنیم، از وزن 5 کیلویی یا مثل بعضی از 2 کیلویی شروع میکنیم تا برسیم به وزنه 30 یا حتی بیشتر. نمیتونیم یهو از خودمون توقع داشته باشیم که من رژیم میگیرم، من دیگه ورزش رو کلا تو زندگی وارد میکنم، بین 1000 تا کاری که داریم توقع داشته باشیم که بتونیم و اراده کنیم اون کار رو انجام بدیم. اگه بین کارات فقط میرسی نیم ساعت راه بری، این یه تمرینیه برای عضله اراده تو. این هم وزنه 2 کیلوییه که وقتی میخوای بری باشگاه برداری. اینم یه کمکی میکنه برای اینکه تو ارادت رو تقویت کنی، کم کم تایم پیاده روی تو زیاد کنی تا برسی به اینکه هر صبح بری بدوی. دویدن خب خیلی اراده قوی میخواد. من خودم هنوز به اون نقطه نرسیدم. این مهم دیگه که وجود داره، اگه الان داری تو زندگیت برای یه چیز بزرگی میجنگی، مثل اینکه داری تلاش میکنی درس بخونی، تلاش میکنی یه کاری انجام بدی، تلاش میکنی یه دوره‌ای رو تموم کنی، تلاش میکنی تو زندگی شخصیت یه کاری رو بکنی، تو داری پس انگیزه و ارادت رو برای انجام اون کار میذاری. به خاطر همین اراده تو ظرفیتش محدودتر میشه برای اینکه یه کار دیگر رو شروع کنی و بخوای تمامش کنی. پس طبیعیه اگه داری توی زمین دیگه‌ای تلاش میکنی، برای یه چیز دیگه تلاش میکنی، وقت و اراده کمتری بتونی برای کارهای دیگه بذاری. بی خودی به خودتون نگین بی اراده و بی انگیزم. شما فقط باید از اون منبع اراده که دارین برش برنامه‌ریزی کنین، درست استفاده کنین و خودتون خسته نکنین. شاید باورت نشه اگه بگم به جای اینکه خودتو از چیزی محروم کنی، روی لذت بردن تمرکز کنی، همین به روند کاهش وزنت کمک میکنه. حالا چطوری؟ من خودم عاشق کیک شکلاتی ام. نفر بیاد به من بگه که به کیک شکلاتی اصلا فکر نکن. من تمام ذهنم درگیر این میشه که به کیک شکلاتی فکر کنم و به این فکر کنم که وای من اگه کیک شکلاتی نخورم چی میشه. ولی اگه یه نفر بیاد به من بگه که کیک شکلاتی میتونی بخوری، ولی خب مثلا میتونی اینطوری هم درستش کنی، میتونی بهش پروتئین اضافه کنی، میتونی به جای شکلات فلان چیزو بریزی، میتونی به جای اینکه آرد بزنی فلان چیزو بزنی و یه ذره کالریشو کم کنی، ولی اتفاقا خوشمزه میشه. خب توی این حالت من یه نفس راحت میکشم که بالاخره من کیک شکلاتی پس میتونم بخورم، ولی خب یه ذره باید حواسمو جمع کنم. بی خیال محدود کردن غذاهاشو، بی خیال خسف غذاهاشو، این چیزا باعث میشه که آدم ذهنش بیشتر درگیر بشه و یه عالمه انرژی از ذهن ما بره برای اینکه فقط یه چیزی رو از خودمون بگیریم و تو طولانی مدت ممکنه بیشتر حرصمون رو برای خوردن ماده غذایی بیشتر کنه. من نمیدونم شما تجربه اینو داشتین که یه مدت چیزی رو نخوریم بعد دوباره برگردین به شدت افراطی بیشتر هم بخورینش. حتی اینکه تمرکز کنی روی برنامه غذاییت به صورت روزانه و به خودت گیر بدی که وای من امروز یه کیک شکلاتی خوردم و حالم از خودم به هم میخوره، چرا من این کار کردم. برنامه غذایی تو یه ذره بزرگتر ببین در حد یه هفته و توی این یه هفته برای خودت یه روزایی در نظر بگیر که بتونی با خیال راحت اون چیزایی که دوست داری رو بخوری و این حرصت و ولعت نسبت بهش کمتر بشه. و اینکه اگه یه سری مواد غذایی هست که تو خیلی دوستشون داری و عادت داری هر روز بخوری، ببین که جایگزینای خوبش چیه. اگه بستنی دوست داری یه سری بستنی‌های پروتئینی هست، یه سری بستنی‌هایی هستش که زیرو شوگره، قند نداره، خیلی انتخابات بهتریه. به جای حذف جایگزین کن، کمترم خودتو عذاب بده. و مورد آخر که از نظر من از همه‌شون مهمتره که اون ذره‌بین تو دست بگیری و پژوهشگر بدن خودت باشی، کنجکاو باشی و فکر کنی که تو یه دانشجویی هستی که میخوای خودتو مطالعه کنی. جدا میگم. حالا چطوری؟ آقا قبول دارین که هیچکی مثل خود ما نمیدونه که تو بدن ما چه خبره، از چی خوشمون میاد، از چی بدمون میاد، از چی لذت میبریم، از چی لذت نمیبریم، چی بهمون میسازه، چی بهمون نمیسازه و الی آخر. پس هیچ کسی مثل خود ما نمیتونه بفهمه که چه چیزی برای ما کار میکنه. خودمون باید دست به عمل شیم. من همیشه باشگاه رفتم بدم میومد، بدنسازی فراری بودم. الان بهش علاقه‌مند شدم ولی اون زمان که میخواستم شروع کنم خیلی از بدنسازی بدم میومد. اومدم گفتم که اوکی من اینو دوست ندارم، بیام یه سری ورزش‌های دیگه رو امتحان کنم. شروع کردم یوگا، ورزش‌های کششی رو انتخاب کردم و دیدم اونا خیلی بیشتر بهشون علاقه‌مندم و میتونم بهشون پایبند باشم. یا مثلا اگه سالاد دوست نداری، سبزیجات پخته رو دوست داری، یا اگه سبزیجات پخته شده دوست نداری، آبپز دوست نداری، گریل چی؟ شاید
گیری رو دوست داشته باشی، یا اینکه بتونی یه سوسی مخصوص خودت درست کنی که وقتی به هر چیزی میزنی خیلی ازش لذت ببری. تا حالا امتحان کردی اون چیزا رو پیدا کردی برای خودت؟ میخوام بهت بگم درا رو آسون روی خودت نبند. هزاران راه هست برای اینکه تو از یه فعالیتی بتونی لذت ببری، از یه غذایی بتونی لذت ببری. فقط لازمه که یه ذره کنجکاو باشی. همه این سه تا کار یه چیزای زمان برین. لازم اینه که ما رو ذهنمون کار کنیم. لازمه به این که یه ذره بیشتر آزمون و خطا کنیم برای اینکه خودمون رو بشناسیم، برای اینکه ببینیم چی برای ما کار میکنه. اما اگه میخوایم یه سبک زندگی داشته باشیم که بتونیم بهش پایبند باشیم، چاره‌ای به غیر از این کارا نداریم. اگه تو هم مثل من تلاش کردی برای کاهش وزنت و با یه سری باورهای اشتباه در موردش مواجه شدی، حتما از تجربت برام بنویس. خیلی دوست دارم بخونم و شاید از تجربه‌های شما یه ویدیو دیگه بسازیم. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. حتما این ویدیو رو لایک کن، سابسکرایبم کن و بای بای.